خب سلام بچه ها، امروز اومدیم بگیم که چطوری اورشلیم به دست مسلمانان افتاد. خب اولا اینکه ما این منطقه رو منطقه اورشلیم در نظر میگیریم که پایگاه صلیبیون توش بودن، همون اورشلیم امروزی یا همون اشکلون که مسیحیان تا بعد از ورود مسلمانان گفتن که اورشلیم شهر مقدسیه و ما باید اون شهر رو بگیریم. خب حالا فرماندهی مسیحی‌ها تو این جنگ، یعنی رهبرشون تو فتح اورشلیم فردی به اسم ریچارد بودی، همون ریچارد دوم که فرمانده کلی سپاه خودشون هم بوده. خب ببینید این منطقه یعنی کلا مناطق پایینی مسیحی ها کاری با مناطق شهرهای دیگه اورشلیم نداشتن و فقط منطقه اصلیشون میخواستن، چون یه سری شهر و روستا هم تو اون مناطق اورشلیم حضور داشت، ولی مسیحی ها فقط چشمشون به شهر اصلی بود. خب که من توضیح اصلیشو بدم که به چه شکلی بوده که صلاح الدین ایوبی حمله میکنه. اولا اینی که سپاهی که میفرسته از کردستان عراق، یعنی از کردستان عراق امروزی حرکت میکنه. مثلا حالا تعدادش برای ما مهمه که چقدر بوده. سپاهی که میفرسته سپاه مسلمانان بوده تو اون جنگ، سپاه مسلمانان و به فرماندهی صلاح الدین ایوبی، به فرماندهی صلاح الدین ایوبی. خب این سپاه وارد اورشلیم میشه و با شهرهای دیگه کاری نداره و فقط میخواد شهر بیت المقدس رو بگیره، چون که مسیحی ها چون مناطق زیادی رو گرفتن کاری با شهرهای دیگه نداشتن، چون که کارشون خیلی سخت‌تر میشده. به خاطر همین صلاح الدین ایوبی به سمت بیت المقدس حرکت میکنه یا همون اورشلیم، و تو همون بیت المقدس سپاه ریچارد هم سپاهی چیزی حدود 30,000 نفر رو به مصاف 100,000 نفر صلاح الدین ایوبی میفرسته و جنگشون دقیقاً وسط مناطق میانی اشکلون بوده. اولا اینکه تو این جنگ صلاح الدین ایوبی شکست میده مسیحی ها رو، ولی کلا و بیت المقدس رو میگیره. ولی وقتی میاد که شهرهای خود ریچاردو بگیره، خب یه پیمان نامه بین مسلمانان و مسیحیان بسته میشه که هیچ کدوم فعلا با هم کاری نداشته باشن. به خاطر همین ریچارد و صلاح الدین ایوبی هر دوتاشون قبول میکنن و دیگه بعد یه حدود 3 سال مسلمانان با مسیحیان هیچ کاری ندارن و دیگه این شهر آزاد میشه و به دست مسلمانان میفته و دیگه من اینجا رو بزنم. خب بله، این جنگ به دست این شهر اورشلیم به دست مسلمانان میفته و هیچ جنایتی توش رخ نمیده با توجه به قطعنامه‌ای که امضا کرده و بقیه شهرها هم توی حالت خودشون، یعنی همون شهرهای عادی اورشلیم بود. خب حالا ما در مورد اون عهدنامه یه توضیح بدیم که چون عهدنامه‌ای بوده. خب اولا اینکه اسم اون عهدنامه بنویسمش، نگاه کار نمی‌کنم. عهدنامه راکون یا همون اسمی که بهش داشتن، اسم عهدنامه راکون بوده و یه اسم دیگه هم داشت، چی بود؟ عهدنامه CS بود که حالا به زبان فارسی خودمون همون راکون میتونیم بگیمش، مسلمانان بهش میگن، ولی مسیحیان اسم CS رو بهش دادن. عهدنامه ای بود که مسیحیان و مسلمانان توی شهر اورشلیم امضا شد که تا 3 سال با همدیگه هیچ کاری نداشته باشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا به عنوان مثال اولا که ریچارد بعدی، یعنی همون ریچارد دوام که معنیش دوم یا همون لقبش ریچارد دوام بود، به خاطر اینکه خیلی دوام آورد توی شهر اورشلیم. میاد جنگ رو بین مسلمانان اعلام میکنه و بیاد میگه من
اون عهدنامه که ریچارد قبلی 3 سال قبل امضا کرده بود و من قبول ندارم و الان اون ریچارد جزامی مرده و من میخوام مسلمانان رو بکشیم و اورشلیم رو از مسلمانان پاکسازی کنیم و یه جنگی رو بین مسلمانان استارتش رو میزنه و این جنگ اعلام میشه و جنگی بوده که چیزی حدود 5 سال ادامه داشته. حالا ما توضیحات کلیش رو میدیم که شما زیاد گیج نشید و درست بفهمید که چطور جنگی بوده و چه اتفاقاتی داشته. خب اولش من بهتون بگم که ریچارد جنگی که اینا داشتن کلا مال سعد ابن، یعنی وقتی سعد ابن شیب وقتی میبینه ریچارد دوام داره جنگی رو بین مسلمانان اعلام میکنه، میاد میگه چی میکنه؟ میاد مسلمانان رو جنگ میکنه تا تو اورشلیم در برابر مسیحی ها ایستادگی کنن و فرمانده مسلمان ها تو جنگ سعد ابن شیب و فرمانده مسیحی ها ریچارد دوام بوده. و من حالا توضیح در مورد عهدنامه CS بدم. خب حالا این جنگ چطوری بوده؟ این جنگ اینطوری بوده که سپاه مسیحی ها توی نوار اورشلیم لشکری حدود 20,000 نفر، خب لشکری حدود 20,000 نفر، سپاه مسیحی ها لشکری حدود 20,000 نفر میفرسته که سپاه مسیحی ها بودن و به استقبال مسلمانان میگن با فرماندهی ریچارد دوام، که من اینجا بنویسم سپاه مسیحی ها و از یه ورم سپاه مسلمانان بوده. حالا من اینو بزنم که گیج نشید. خب از یه ورم بذار من اینو با آبی بنویسم فایده ای نداره. از یه ورم سپاه مسلمانان بوده که اندازش 5,000 نفر بوده، یعنی تقریبا اندازش 1/4 سپاه مسیحی ها بوده. مسلمان ها 5,000 نفر، مسیحی ها هم 20,000 نفر طبق چیزی که تاریخ طبری گفته. و اینکه سپاه مسلمانان تو این جنگ تو توضیح هم بدیم چه اتفاقی افتاده. خب اولا اینکه حالا تو این جنگ اتفاق میفته، یک جنگ بوده، یک از درگیری های عظیم بین مسلمانان و مسیحیان بوده که یک سپاه مسلمانان به 2 بخش تقسیم میشه و به کنار لشکر مسیحی ها میده و اون جنگ رو مسلمان ها پیروز میشن. حالا من دقیقا نمیدونم چطور پیروز میشن، چون که اون کتابش رو زیاد نخوندم، کتاب مستند و تاریخ و تاریخ طبری اون قسمتاشو که گفته بود چطور پیروز میشن و نخوندم، عذرخواهی میکنم. ولی این عهدنامه رو پیروز میشن و این جنگ با پیروزی سیاسی و جنگی مسلمانان اتفاق میفته. و حالا به جز این مسلمانان و مسیحیان کلا تو جنگ های صلیبی چیزی حدود 4 تا جنگ بزرگ داشتیم. جنگ یکیشون جنگ اورشلیم بوده، جنگ اورشلیم، یکیشون هم جنگ فلسطین، همون فلسطین امروزی. 4 تا جنگی که مسلمان ها و مسیحی ها داشتن در طول تاریخ، این هم بگیم به طور کلی. جنگ فلسطین، دومین جنگ هم جنگ قلب بوده، درسته؟ جنگ اورشلیم، جنگ فلسطین، جنگ قلب و جنگ بعدی هم جنگ کوهستانی بوده که از این 4 تا جنگ 3 تاشو مسلمان ها پیروز میشن، 2 تاشو یکیشو جنگ کوهستانی طبق چیزی که کتاب مستند و تاریخ گفته، جنگ اول مسلمان ها، جنگ دوم مسلمان ها جنگ فلسطین، همچنان مسلمان ها، جنگ سوم هم باز مسلمانان، ولی جنگ کوهستانی و مسیحی های پیروزی خیلی خوب توش کسب میکنن و این پیروزی به دست مسیحی ها گرفته میشه. خب خیلی ممنونم که ویدیو رو تا اینجا دنبال کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. به درود.